هموطنان گرامی، فردا ماه شریف رمضان پایان می‌یابد و عید سعید فطر فرا می‌رسد. به این مناسبت کل مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک می‌گویم و به هر خاندان کشور آسایش و آبادی و خیر و برکت آرزو می‌نمایم. مردم تاجیکستان محض به شرافت استقلالیت و صاحب اختیاری به احیای سنت و عنعنه‌های نیک گذشته و تجدید عید و مراسم و عنعنه و سنت‌های ملی و دینی میسر گردیدند و هر جشن و مراسم و سنت نیکی از نیاگان به یادگار مانده که از عمق تاریخ با بهترین خصلت و ارزش‌های انسانی و همراه با روح استوار ملتمان تا به روزگار ما رسیده است، نشانه فرهنگ پرغناوت و رمز آرزو و آرمان‌های خلق باستانی و فرهنگ سالارمان میباشد. ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر از جمله سنت‌های بسیار مقدس مردم مسلمان ما بوده، بهترین ارزش‌های انسانی، صبر و تحمل، نیکی و نکوکاری، دستگیری همدیگر، رحم و شفقت، بخشش گناه و اعمال خیر و سازنده را در خود تجسم کردند. مردم در روز این عید مبارک به انجام عملهای خیر از جمله عیادت بیماران و عزاداران می‌روند، در حق گذشتگان دعای خیر می‌کنند، به یتیمان و معیوبان و دیگر شخصان نیازمند کمک می‌رسانند و به خویش و نزدیکان سلامتی و خانه آبادی، بخت و سعادت و به جامعه و دولت خود ثبات و آرامی آرزو می‌کنند. آدمان عید سعید فطر را بعد اجرای یکی از فریضه های اسلام، روزه ماه شریف رمضان، با نیت نیک استقبال می‌گیرند و کوشش می‌کنند که خرسندی عیدانه نصیب همه باشد و فیض و ثواب آن نیز به همه برابر رسد. زیرا خداوند پس از یک ماه امتحان و آمرزش این روز را برای همه مسلمانان چون روز خرسندی و شادی و شفقت و مهربانی مقرر کرده است. ماه رمضان رمز همدیگر فهمی اهل جامعه بوده، در مسیر 100 ساله ها در امر تقویت احساس دوستی و برادری، احترام و صمیمیت و همبستگی و همراهی در بین مردم نقش ارزشمند بازیده است. این ماه و عید سعید آن آدمان را به اجرای کارهای خیر و ثواب، رعایت آداب و اخلاق حمیده و دراز کردن دست کمک و یارمندی به یکدیگر راهنمایی می‌سازد. در این روز سعید از پروردگار عالم برای مردم و کشور خود آرامی و آبادی، پیشرفت و ترقیات و برکات و فراوانی را طلب نمودند. نیت و گفتار و رفتار و عمل خود را به کار نیک، دستگیری همدیگر و احترام نزدیکان و هموطنان روانه ساختن از سنت‌های اصیل ملی و دینی مردم مسلمان ماست. از این رو هر یک ما همچون پیروان دین پاک و مبین اسلام باید در این روز سعید با اندیشه و نیت نیک برای وطن محبوبمان تاجیکستان صلح و ثبات، امنیت و آبادی، رشد استوار و برای مردم آن خوشحالی و خوشبختی و زندگی آرام و آسوده را صدقاً آرزو نماییم.
و به درگاه خداوند دعا کنیم که تا ماه و عید رمضان دیگر کشور بیشت آسا و مردم شریف ما را در پناه عصمتش نگاه دارد. در شرایط دولت آزاد دموکراتی و دنیوی ما امروز امکان داریم که تعلیمات سازنده دین مبین اسلام را بخصوص دایر به ترغیب دوستی و محبت و کمک و دستگیری بین همدیگری در بین تمام افراد جامعه گسترش دهیم. رسیدن به قدر نعمت و به جا آوردن شکرانه آن از جمله فضیلت و حکمت‌های جاویدانی فرهنگ ملی و دینی مردم کهن بنیاد ما می باشد. یعنی همه مراسم و آیین‌های ملی ما به شمول عید سعید فطر برایمان رمزی برجسته شکرانه از نعمت‌های استقلالیت و آزادی، صلح و ثبات، آرامی و آبادی کشور و از روی ایمان و اعتقاد دوست داشتن وطن به شمار می روند. در حقیقت بزرگترین دستاورد ملت و دولت ما که البته سزاوار و ارزنده همه گونه شکرگزاری و قدرشناسی است، استقلالیت و صاحب اختیاری می باشد. زیرا ماست به طفیل آن خلق تاجیکستان امکانیت پیدا کرد که وطن خویش را با دست خود و با زحمت صافدلانه خویش آباد گرداند. اطمینان کامل دارم که هر یک فرد آگاه و بیداردل و با ننگ و ناموس در روزهای عید و ایام و همیشه با در نظر داشت سنت‌های نیک اجدادی و در اساس فرموده‌های دین اسلام برای حفظ دستاوردهای استقلالیت، تحکیم صلح و ثبات، گسترش وحدت و همدیگر فهمی، آبادی و آرامی وطن آزادمان و آسودگی هر خانواده تاجیک کوشش می نماید. هر فرد مسلمان مملکت باید در دایره امکان به شکرانه نعمت‌های عطا کرده خداوند از جمله زندگی آرام و آسوده که امروز نصیب ساکنان کشور صاحب استقلالمان گردیده است، دائم برای انجام دادن عملهای صالح و شایسته تلاش نماید. مثلا هر یک انسان ثوابجو می تواند در عرفه عید سعید فطر و در روز عید تا ادای نماز خیر خود را به برادران و خواهران و خویش و تباران نزدیک نیازمند، همسایه ها، یتیمان و معیوبان، بیپرستاران و محتاجان رسانیده صاحب ثواب و ثمره دوچند گردد. زیرا طبق فرموده های قرآن مجید و پیغمبر اسلام محض چنین شخصان به قبول خیر و صدقه حق دارند. همچنین در دین مبین اسلام بخصوص در بین پیروان مذهب حنفی سعی و تلاش برای صلح و آرامی جامعه و گسترش انصاف و عدالت مقامی بلند دارد. از این لحاظ هر یک فرد مسلمان وظیفه‌دار است که زندگی خود را با احسانکاری و خیرخواهی به سر برد، راست قول و راستکار، گشاده دل و گشاده چهره و سخاوت پیشه و همت بلند باشد و همیشه از اعمال زشت، ظلم و ستم، خشونت و زورآوری و قتل و غارت کناره‌جویی کرده این عملهای ناصواب و غیر مطلوب را محکوم نماید. بنابراین هر یک فرد مسلمان کشور صاحب اختیار ما را ضرور است که در برابر اجرای واجبات دینی همیشه به خاطر تحکیم صلح و ثبات جامعه و وحدت و همدیگر فهمی
سعی و تلاش نماید. آبادی وطن محبوب، پیشرفت دولت صاحب استقلال و آرامی و آسایش روزگار هموطنان را قرض وجدانی و ایمانی خود شمارد. اینچنین ضرور است که هموطنان ما و هر فردی که تقدیر سرزمین اجدادی برایش عزیز است، در نوبت اول پدر و مادران ارجمند، اهل ضیاع و شخصان روزگار دیده و صاحب تجربه در شرایط بسیار ناآرام و پرتضاد جهانی معاصر باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. چنانکه هموطنان عزیز ما خوب آگاهند، وقتهای آخر در یک قطار منطقه و کشورهای جهان با استفاده از نام دین اسلام اعمال دهشتناک تروریستی و اکستریمیستی و صادر نمودن کردارهای فاجعه بار عصر میانگی وسعت گرفته ایستاده است. از این لحاظ همه ما وظیفه داریم که نورسان و جوانان را در رویه وطن دوستی و خودشناسی و افتخار ملی تربیت نماییم. آنها را برای درست زندگی راهنمایی سازیم و برای آموزش علم و دانش، کسب و هنرهای زمانوی و احترام و رعایت قانونیت تشویق نماییم. همچنین میخواهم تاکید نمایم که ما باید هنگام گذرانیدن معرکه‌های ملی و دینی از جمله عید فطر همیشه صرفه و سرشتکار باشیم، به نمایشکاری و اسرافکاری راه ندهیم و به جای آراستن دسترخوان سرخرج و پردبدبه دسترخوان معنوی آراییم. یعنی برای انجام دادن عملهای نیک، پند و نصیحت‌های نورسان و جوانان، کمک به یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و دیگر کارهای خیر کوشش نماییم. در فرجام تمام مردم تاجیکستان عزیزمان را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر تبریک گفته، به خرد و بزرگ کشور صاحب استقلالمان تندرستی و خوشبختی، رزق و روزی فراوان، ایمان کامل و آبادی و رشد وطن عزیزمان را آرزو می نمایم. عید سعید فطر مبارک باشد هموطنان عزیز.